Have you imagined e-commerce teams working like this? No models or sets needed. Once costly model photo shoots, done just like that. With this tool, she can do this, that, and more. Turning dull products into captivating sales boosters. Even better, with just a few photos, you get your own AI model. This is WeShop AI. 10x model and product photos, your AI e-commerce creative studio. فیلمی که دیدید مربوط به یک هوش مصنوعی هستش که با استفاده از اون میتونیم محتوای جذاب تبلیغاتی برای انواع محصولات بسازیم. سلام، با آکادمی فراهوش خوش اومدید. من مجتبی احمدی هستم و با یکی دیگه از آموزش‌های جذاب هوش مصنوعی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب قبل از اینکه بریم و کار کردن با این هوش مصنوعی رو یاد بگیریم، یه نگاهی به این عکس‌ها بندازید. این در واقع ظرف نسکافه رو من به عنوان نمونه انتخاب کردم، اون رو روی میز گذاشتم و با استفاده از در واقع دوربین گوشیم یه عکس ساده ازش گرفتم. خب برای اینکه بتونیم با این هوش مصنوعی کار بکنیم خیلی راحت بهش پرامپت میدیم. من بهش پرامپت دادم که این در واقع ظرف نسکافه رو بذار توی اتاق خواب روی میز، یا مثلا بذارش توی یک آشپزخونه مدرن، یا اینکه توی یک اتاق هتل 5 ستاره توی پاریس. همونطور که میبینید یه قهوه ساز فرانسه هم کنارش گذاشته. یا بهش گفتم که پرامپت دادم اینو بذار توی یک محیط بهاری، مثلا توی یک منظره بهاری توی طبیعت. پرامپت بهش دادم که این قهوه ساز رو در واقع این ظرف قهوه رو توی یک هتل توی مسکو برای من بذار و در واقع عکسشو به من بده. یا مثلا بهش گفتم که پرامپت دادم توی پاریس، در واقع کنار پنجره توی هتل. اینم از یه نمای دیگه از شهر پاریس و یه نمای دیگه. بازم یه نمای دیگه توی هتل طبقه آخر یک هتل، به طوری که نمایی از شهر پاریس مشخص باشه و همینطور یک نمایی از برج ایفل. اینا پرامپتایی هستش که من به این هوش مصنوعی دادم و این عکس‌ها رو برای من ساخته. این پرامپت آخری هم اینطور بوده که بهش گفتم که توی یک منظره طبیعت با تم طبیعت‌گردی. حالا یک منظره رو انتخاب کرده، بیشتر شبیه مناظر توی کانادا هستش. خب برای استفاده از این هوش مصنوعی صفحه گوگل رو باز بکنید و اینجا تایپ بکنید WeShop. همین چیزی که اینجا می‌بینید، بذارید من صفحه رو زوم بکنم که راحت‌تر بتونید ببینید. WeShop. روی اولین گزینه‌ای که در واقع نتیجه سرچ برای ما میاره کلیک می‌کنیم و صفحه WeShop برای ما باز میشه. اون فیلم تبلیغاتی که در واقع دیدید همین اول صفحه، اگر روی این کلیک بکنم این فیلم تبلیغاتی است که البته من با استفاده از یک هوش مصنوعی دیگه در واقع اون رو ترجمهش کردم که در قسمت‌های بعدی اون هوش مصنوعی مترجم هم بهتون معرفی میکنم. خب توی صفحه اول یه معرفی ساده میکنم از WeShop AI. در واقع دو تا قسمت داره برای دانلود اپ موبایل، یکی برای iOS هستش یا برای گوشی آیفون که خیلی ساده این QR کد رو اسکن میکنید و توی اپ استور میتونید اپ گوشی رو دانلود بکنید و همینطور توی گوگل پلی. دیگه اگه از اندروید یا آیفون استفاده میکنید میتونید به راحتی اینا رو دانلود کنید. خب اینا که ویدیو تبلیغاتی بودش. توی این قسمت بالا در واقع صفحه شروع هستش، ساین این میکنیم. من خارج شدم. خب اینا رو بعداً همه با هم بررسی میکنیم. روی ساین این کلیک بکنید سمت راست بالای صفحه. شناسایی ربات داره، شناسایی میکنه و ساین این میت گوگل رو میزنید. میتونید با هر ایمیل دیگه هم ساین این بکنید. من با ساین این با گوگل رو میزنم، ایمیل های منو در واقع بالا میاره. من ایمیل اولی که استفاده کردم رو اول بهتون نشون میدم، چون از ورژن رایگان استفاده کردم. یک کردیت داره برای استفاده رایگان، یه تعدادی کردیت داره.
توی این قسمت توی این ایمیل کردیت من تموم شده، بنابراین ساین اوت میکنم و با اون یکی ایمیل ورود میکنم. اما قبلش میخوام ببینید اون پروژه‌ای که من انجام دادم رو اینجا میخوام با هم ببینید. خب توی سمت چپ سایدبار رو داریم، مثل همیشه باش آشنا هستید و امکاناتی که این هوش مصنوعی در اختیار ما قرار داده که همه اینا رو با هم دیگه معرفی میکنیم. قبل از اینکه بریم کار رو انجام بدیم، پروژه‌ای که من انجام دادم رو ببینید. توی همین صفحه اول همون عکس قهوه‌ای که در واقع ظرف نسکافه‌ای که من داشتم و عکس ساده رو بهش دادم، خودش در واقع عکس و بک‌گراند رو حذف میکنه و عکس رو آماده میکنه برای ادامه کار. و همینطور این هم عکس دیگه هستش که در واقع تولید کردم. اینجا اگه پریویوش ببینید، پریویو رو بزنم میبینید عکس ساده و عکسی که در واقع توی مسکو برای من تولید کرده بود. خودش هم بیفور افتر رو اینجا نوشته. خب و همینطور الی آخر. فقط خواستم که اون عکسایی که الان بهتون نشون دادم و اینجا ببینید. خب من از این اکانت خارج میشم و دوباره با یه اکانت دیگه ورود میکنم. دوستان اگه از چند تا ایمیل استفاده بکنید، میتونید از کردیت های رایگان به طور کامل در واقع از ایمیل های مختلف استفاده بکنید و از کردیت های رایگان این هوش مصنوعی استفاده بکنید. چون که اگه بخواید بیشتر از یک کردیت بیشتر استفاده بکنید، بایستی یک هزینه رو پرداخت بکنید که البته هزینه خیلی زیادی نیست. خب ببینید شما برای اینکه از کردیت رایگان استفاده بکنید 200 تا کردیت دارید، 200 تا سکه دارید. خب برای استفاده رایگان 200 تا سکه به شما در همون اول کار میده و میتونید ازش استفاده بکنید. اما اگر بخواید هزینه پرداخت بکنید، من این پرچیس رو بزنم، میبینید که در واقع برای هزینه چقدر باید پرداخت بکنید. همینطور که اینجا میبینید برای هر عکسی که تولید بکنه 10 تا سکه از شما کم میکنه. برای در واقع به ازای هر عکسی که تولید میکنید 10 تا سکه کم میکنه. بنابراین این 200 تا برای 20 تا عکس جواب میده. شما با هر ایمیل میتونید 20 تا عکس تبلیغاتی بسازید. خیلی ساده. خب بریم صفحه اول رو بهتون معرفی بکنم. توی منوی استارت هستیم. توی این قسمت بالا یه AI مدل داره. توی قسمت AI مدل شما میتونید در واقع برای قسمت پوشاک استفاده داره. خودش هم یه مثالهایی رو اینجا برای ما معرفی کرده. ببینید مثلا این خانم کنار دیوار وایساده، یک دیوار مثلا میبینید نمزده کثیفی هستش. این اصلا برای تبلیغ خود ویشاپ این عکس رو گرفتن و میبینید که خانم مثلا این خانم حالت آسیای شرقی هستش. این عکس رو به ویشاپ میدن و میبینید عکس سمت راست رو به ما تحویل میده. ببینید لباس رو نگه میداره، موهارم قابل عوض کردن هستش. اینجا موهارم تقریبا نگه داشته، صورت رو عوض میکنه و محیط رو به طور کامل میبینید که عوض میکنه. خب این از قسمت AI مدل که میتونید بهش، یا مثلا این یکی رو ببینید، این خانم با این عینک و این حالتی که میبینید توی یه استودیو عکس گرفته با این لباس. ببینید به همین سادگی و بدون اینکه نیاز به هیچ چیز خاصی داشته باشه، این هوش مصنوعی تبدیلش میکنه به عکس سمت راست. لباس رو ببینید هیچ تغییری نداده ولی بک‌گراند رو تغییر میده، صورت خانم و حتی موهاش هم تغییر میده. این کار خیلی راحت انجام میشه. این از AI مدلش که اینو با هم دیگه تست میکنیم. یه قسمت AI پروداکت داره، توی همون منو استارت هم هست دیگه. از هم سایدبار میتونیم بیاریمش، هم از قسمت در واقع منو استارت. یه قسمت AI پروداکت داره. این قسمت برای ما مهمتره. قسمت پوشاک هم خیلی مهمه، اما این قسمت برای ما یه جورایی مهمتره. عکسای تبلیغاتی خیلی زیادی میتونیم اینجا با هم دیگه درست بکنیم. ببینید همون کاری که ما کردیم، مثلا یک محصولی روی میز میذارید، یه عکس ساده ازش میگیرید و همونطور که میبینید عکس سمت راست رو برای ما تولید میکنه. خب یه قسمت ریموو بک‌گراند داره. ریموو بک‌گراند رو قبلا دیدیم دیگه، توی کنوا خیلی راحت بک‌گراند رو ریموو میکردیم. این هم ریموو بک‌گراند داره. شما یک عکسی رو بهش میدید، بک‌گراند رو به طور کامل برای شما پاک میکنه و میتونه یک بک‌گراند جدید هم برای شما انتخاب بکنه. یک آپ اسکیل داره. توی قسمت آپ اسکیل عکس ها رو برای شما، کیفیت عکس ها رو بالا میبره. ریلایت داره و اکسپند ایمیج. اینا رو دونه دونه با هم دیگه تست میکنیم.
خب اول بریم سراغ AI Product، بعد میریم قسمت دوم AI در واقع مدل رو انجام میدیم. همه چیزایی که توی منو استارت بود توی قسمت ساید بار هم میبینید که هستش: Remove Background, Upscale, Relight و Expand Image و Magic Eraser. Magic Eraser چیه؟ Magic Eraser دوستان برای شما یک قسمتی از عکس رو پاک میکنه و خیلی هم خوب این کار رو انجام میده. مثلا شما یه عکسی دارید، یه چیزای اضافه‌ای توش هست، نمیخواید اینا باشه، خیلی راحت اینا رو برای شما حذف میکنه. بریم قسمت اول کار رو با هم دیگه انجام بدیم.